سلام دوستان، خوش اومدین. بعضی از داستانها فقط یک بار شنیده میشن و داستان امشب ما یکی از همین هاست. اگر موافق باشین بریم و ماجرا رو از زبان راوی که امین نام داره بشنویم. سلام. این داستان روایت من از مواجهه با جهانیه که اکثر مردم از دیدنش محرومن. جهانی موازی که در اون موجوداتی زندگی میکنن که ما اونها رو به نام جن میشناسیم. شرح تنهایی کودکی که میدید و درک نمیکرد. شرح جوانی که مدتی فراموش کرد و سپس به یاد آورد و در نهایت داستان مردی که باید با حقیقت وجودش کنار می اومد. وقتی 1 ساله بودم پدر و مادرم توی تصادف جان باختن و با پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی می کردم. خونه قدیمی پدر بزرگم در سلسبیل تهران بود. دیوارهای قطور آجوریش هر کدوم داستانی رو در خود داشتن. پنجره‌هایی با شیشه‌های زرد و آبی که وقتی نور خورشید از اون عبور می‌کرد نقش‌های رنگارنگی روی زمین مینداخت و ساعت‌ها من رو مسحور خودش می‌کرد. حیات وسیع با درختای کهنسال انجیر، بهاری پر از شکوفه و تابستانی پر از میوه داشت. حوض کاشیکاری وسط حیات که البته ماهی داخلش نبود همیشه مرکز توجه من بود. اما اون چه این خونه رو برام ویژه می‌کرد نه زیباییاش بلکه ساکنین نامرئیش بود. دلیل این مشاهده ها توانایی خاص من بود. به قول مادر بزرگم من چشمم باز بود و استخون سبک بودم. او می گفت پدرش هم همینطور بوده و این ویژگی خانوادگی ما بود. پدر بزرگم حاج عباس مردی بود جدی و کم حرف و با وجود کهولت سن راست و استوار بود. او بازنشسته بانک بود و عشق عجیبی به جمع‌آوری اشیاء عتیقه داشت. مادر بزرگم برعکس او زنی بود پرحرف و پر از داستان‌های اسرارآمیز. این 2 نفر دقیقاً نقطه مقابل هم بودند. اولین خاطره واضح هم از دیدن جهان ماورایی به 5 سالگی من برمیگرده. یک شب پاییزی در اتاقم روی تخت دراز کشیده بودم که سایه‌ای رو در گوشه اتاق دیدم. موجودی کوتاه قد با کلاهی عجیب که در تاریکی به من نگاه می‌کرد. نمی ترسیدم، فقط کنجکاو بودم. پرسیدم تو کی هستی؟ موجود کوچیک نزدیکتر آمد. قدش حدوداً 1 متر بود. پوستی تیره داشت و جزئیات صورتش خوب دیده نمی‌شد. لباسی از جنس پارچه‌های رنگارنگ به تن داشت، مثل یک لحاف 40 تکه. به من گفت من اهل این خونم. پاسخی شنیدم که نه در گوش بلکه در ذهنم پیچید. مادر بزرگ که برای خوندن قصه شب به اتاقم اومده بود منو در حال صحبت با تاریکی دید. سعی کرد هیجانش رو حفظ کنه و خونسرد بسم الله گفت و شروع کرد به خوندن سوره. خوب اینجور موقعیت‌ها رو مدیریت می‌کرد. اونا رو از ما بهترون یا امارین خطاب می‌کرد. به یاد دارم گاهی میگفت همین جون تو خاصی مثل پدر من. همون موقع یک گردنبند قدیمی با زنجیر نقره به من داد که مهره‌ای آبی داشت. بهم گفت این فیروزه یادگار پدرمه. تو رو از شر بسم اللهیا حفظ میکنه. در 6 سالگی پدر بزرگم گوشه کوچیکی از باغچه رو به من اختصاص داد و گفت این میشه باغ کوچولوی خودت همین جان. اولین بذرهایی که کاشتم تربچه و شاهی بود. هر روز صبح با اشتیاق به باغچه کوچکم سر می زدم. رشد جوونه ها رو تماشا می کردم و با دیدن اولین برگ های سبز قلبم از شادی لبریز می شد. تا حدود 12 سالگی گاهی در خواب موجودات عجیبی می دیدم و در عین حال عشق و علاقم به گیاهان و باغداری و کشاورزی هم بیشتر می شد. 3 دبیرستان که بودم یک تب شدید گرفتم و به طور کامل توانایی دیدن موجودات ماورایی رو از دست دادم یا دست کم خودم اینطوری فکر می‌کردم. بعدها دانشجوی کشاورزی و شیفته گیاهان مناطق خشک شدم. اینجا بود که برای اولین بار با درخت پسته آشنا شدم. استادم دکتر یوسفی که اصالتاً اهل کرمان بود وقتی اشتیاق من رو دید با توجه به موضوع پایان نامه ارشدم که تأثیر تنش آبی و شوری خاک بر رشد پسته بود گفت
با توجه به علاقت باید بری کرمان امین جان. مطابق راهنمایی و سفارش استادم به روستای باغستان در حوالی رفسنجان رفتم. انگار زمان اونجا ایستاده بود. خونه‌های گلی، کوچه‌های خاکی و آرامشی دلپذیر. بوی خاک خشک و درختای پسته در هوای گرم تابستون پیچیده بود. صاحب خونه‌ای که ساکن شدم پیرمردی به اسم کربلایی رمزون بود. میگفت پس تو دانشمند پسته‌ای. برو باغ حاج محمود، اونجا درختای خوب زیاد داره. باغ حاج محمود وسیع بود و ردیف در ردیف تا بی نهایت درخت پسته کاشته بودن. بعد از 1 هفته که اونجا رفت و اومد داشتم، یک روز عصر که کنار دیوار باغ روی تخت سنگی نشسته بودم و یادداشت میکردم، حس کردم زیر نگاه کسی هستم. سر بلند کردم و دیدم پیرمرد قد بلندی جلوم ایستاده. خودش رو حاج محمود مالک باغ معرفی کرد. میگفت این باغ 3 نسله که توی خانواده ماست. از همون اول حس عجیبی بهش داشتم، انگار میشناختمش. ظرف 1 ماهی که اونجا بودم، روزهایی که تا بعد از غروب در باغ تحقیق میکردم چند بار دیدمش و هر بار قبل از این که پیداش بشه بوی خیلی بدی تو فضا میپیچید. میگفت به تازگی کوت پاشیدن. اطلاعات عمیقی درباره پسته داشت و رگ خواب من هم در دوستی و معاشرت گفتگو راجع به گل و گیاه بود. اما به تدریج متوجه شدم دستهاش همیشه پوشیده و به پاهاش چکمه‌های بزرگیه که تا زانو بالا میاد. با توجه به خشکی خاک این موضوع خیلی عجیب بود. نمیدونم چرا این نشونه ها رو نادیده میگرفتم. انگار بخشهایی از مغزم تعطیل شده بود. عجیبتر این که راجع بهش با کسی هم حرف نمیزدم. حاج محمود هرگز در روز دیده نمیشد. فقط بعد از غروب آفتاب می اومد. گاهی در حین صحبت صداش برای لحظاتی قطع میشد یا تغییر میکرد. به اصطلاح صداش خروسکی میشد. تصورم این بود که شاید تارهای صوتیش خشکه. در گذر این روزها کم کم با کربلایی رمزون صاحب خونه جایی که مقیم بودم هم صمیمیتر شدم. یک روز به هم گفت مهندس میدونم درس خوندن سخته، از خانواده دوری، گاهی بخوای یه دوپینگی بکنی ایرادی نداره، ولی ناراحت نشی، برای دلسوزی میگم، مراقب خودت باش که گیر نیفتی. من که منظورشو نگرفتم دلیل حرفشو جویا شدم. بعد از کلی کش و قوس و سوال و جواب فهمیدم کربلایی به خاطر رنگ و روم فکر میکرده معتاد شدم. کپ کردم و عین فنر از جا در رفتم. خودمو توی آینه روی دیوار راهرو نگاه کردم. چطور تا امروز متوجه نشده بودم؟ چشمهای خسته و گود افتاده، رنگ و روی زرد و زار و گونه‌های بیرون زده. انگار حالا که موضوع از جانب کسی غیر از خودم مطرح شده بود، پرده‌ای که جلوی چشمم رو گرفته بود کنار رفت. وقتی از دیدارهای شبانم با حاج محمود گفتم، رنگ از چهره کربلایی پرید. از اتاق بیرون دوید و با یه قرآن کوچیک به اتاق برگشت. با ترس و لرز گفت پسر جان، حاج محمود 30 ساله که مرده. اون چیزی که تو میبینی، بعد از چند ثانیه ادامه داد، اون چیزی که تو میبینی سال هاست که دیگه خبری ازش نبود. اون شتیه، یه جن معروف. او از قول قدیمی ها تعریف کرد که شتی یه جن قدیمیه که از وقتی تو آبادیشون نوجوان بوده دیگه چیزی ازش نشنیده. بعد ادامه داد این جن خودش رو به شکل مسافرین دنیای باقی یعنی مرده ها در میاره تا قربانی هاش رو فریب بده. با توجه به کوهی از احساسات و اتفاقات متناقض 1 ماه اخیر که ناگهان به ذهنم فرو ریخت، اون شب به پیشنهاد کربلایی به منزل او رفتم که کنار مسافر کاشانه اقامتگاه من بود. اون شب تا صبح کابوس دیدم. در خواب پشت پنجره اتاقی که در اون بودم حاج محمود قلابی رو میدیدم که در حال تغییر شکله. صورتش ذوب و از زیر اون چهره‌ای ترسناک ظاهر میشد. پوستی تیره، چشمانی سیاه و دهانی تاریک. صبح دفتر و دستکم رو جمع کردم و با عجله روستا رو ترک کردم. اما اون جن با من به تهران اومد. شبها در خواب احساس خفگی میکردم، انگار شخصی روی سینم نشسته. همیشه خسته بودم. در خیابانهای شلوغ سایش رو میدیدم. صداش در ذهنم میپیچید که میگفت فرار فایده‌ای نداره.
در کمتر از 1 سال توسط چندین رمال و دعانویس سرکیسه شدم. همه کلاهبردار بودن و منم دیگه کاملا ناامید شده بودم. 3 سالی میشد که پدر بزرگ فوت کرده بود. دست آخر با کمک و وساطت مادر بزرگ با شخصی به اسم سید جواد در شهر ری آشنا شدم. مردی مسن با قدی کوتاه. به دلیل کلاهبرداری‌های زیادی که در اون سال از جانب دعانویسای قلابی سرم اومده بود، خیلی حسابی روی سید جواد باز نکرده بودم. بیشتر به خاطر مادر بزرگم قبول کردم ببینمش. ما بعد از ظهر به منزلش رفتیم و مشکلمون رو گفتیم، اما او بعد از مدتی ذکر خوندن و انجام یک سری کارها نزدیک غروب شروع به حرف زدن کرد. گفت برای رهایی باید به باغستان بازگردم و مراسم قطع رابطه رو به شرحی که واسم توضیح داد انجام بدم و در نهایت او دعایی واسم مینویسه که باید به بازو ببندم. توی خونه سید جواد و تا 2 روز بعد از اون حس می‌کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شده. سبک و رها شده بودم، مثل یک آدم طبیعی، مثل خودم قبل از سفر به رفسنجان. اولش نمیخواستم کاری انجام بدم و سید جواد رو هم به چشم همون دعانویس‌های کلاش قبلی میدیدم. اما آسودگی که 2 شب بعد از اون تجربه کردم مجابم کرد که انجامش بدم. کربلایی رمزون داوطلبانه با من همراه شد و این لطفی بود که هیچ وقت از یاد نمیبرم. طبق حرفای سید جواد به کربلایی گفتم در مرکز باغ قرآن بخونه. خودم هم کنار دیوار باغ، جایی که اولین بار اون موجود رو ملاقات کردم، نشستم و ذکرهای به خصوصی رو خوندم. بعد از یک سری کارها با سوزن نوک انگشتم رو سوراخ کردم و قطره خون روی خاک ریختم. صدایی مثل ناله یک حیوان از دور به گوش رسید و بعد سکوت. سخن رو کوتاه کنم، امروز 6 سال از اون ماجرا میگذره. توی شرکت دانش بنیان کشاورزی کار میکنم. بعد از خواهشی که از سید جواد کردم، او مراسم مفصل دیگه‌ای هم انجام داد و بعد از اون توانایی دیدن موجودات ماورایی رو به طور کل از دست دادم و راحت شدم. مادر بزرگ راست میگفت. این هم یک برکته و هم یک نفرین و من عطای این برکت رو به لقاش بخشیدم. دوستان، از توجهتون ممنونم. اگر از این داستان خوشتون اومده لطفاً لایک و سابسکرایب کنید که بیشتر دیده بشه و برای بهتر شدن محتوایی که تقدیمتون میکنم هر نظر یا پیشنهادی دارید با من در میون بگذارید. شب بخیر.